یه روزی جوانی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم شکایت پدرش بکنه. گفت پدرم مال منو خورده. شکایت چیه؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پدرم مالمو خورده. پیامبر وقتی عصبانی میشد این رگ گردنش ورم میکرد، چشمش مثل خون میشد. گفت چی میگی صلی الله علیه وسلم؟ گفت پدرم مالم خورده. گفت ویحک، ویحک، این کلمه زجره. انت و مالک لابیک، تو با مالت مال باباتید، تو با مالت مال باباتید. حالا آمدی میگی بابا مالم خورده. تو چی داشتید وقتی به دنیا آمدید؟